جلسه در مورد محیط و مساحت یک مستطیل میخوایم صحبت کنیم که چجوری از یک محیط من بتونم مساحت رو به دست بیارم. میگم که مسئله گفته که محیط یک مستطیل 72 سانتی متر و عرضش 1/2 طولشه. مساحت مستطیل چقدره؟ من میدونم که محیط مستطیل برابر با طول به علاوه عرض ضرب در 2. از طرفی میدونم که مساحت مستطیلم هست طول ضرب در عرض. الان به من گفته که محیط مستطیلم چقدره؟ 72 سانتی متر. طول به علاوه عرض رو من ندارم، خودشو می نویسم، ضرب در 2 میشه. خب میگم که حالا من 2 رو میبرم اونور تقسیم به 72 میشه طول به علاوه عرض برابر با 72 دوم که اینم برابر با 36. پس طول به علاوه عرض برابر با 36. از طرفی اومدیم گفتیم که عرضمون 1/2 طوله. عرض برابر با 1/2 طول. من طولم ندارم دیگه، پس طول من میتونم یه متغیر بگیرم. یه متغیر x من اینو میگیرم. پس میشه x که همون طولمونه به علاوه 1/2 x، گفتیم عرض 1/2 طوله، برابر میشه با 36. از این طریق من میتونم x رو به دست بیارم که این یعنی 1 یا همون 2/2 بوده. وقتی متغیری مثلا عدد کنارش یعنی همون 1 بوده، میشه 2/2 به علاوه 1/2 میشه 3/2 میشه 3/2 x برابر با 36. حالا من میخوام x رو تنها کنم که به دستش بیارم. میگم 36 میشه ضرب در 2/3. 3/2 اون ور تساوی بشه میشه 2/3، برعکس میشه. پس اینم برابر میشه با 24. پس طولمون چنده؟ طول 24. حالا میام توی مسئله میذارم. طولم چند بود؟ 24. 24 به علاوه عرضم چند بود؟ عرضم 1/2 ضرب در 24 میشه. 1/2 طوله دیگه که میشه 36. الان میام عرض رو بخوام به دست بیارم. عرض از اینجا میشه 12. این به این میره 12. حالا 12 به علاوه 24 میشه 36. از طرفی اگه اینجوری مثلا خیلی سخت باشه میگم عرض طول برابر بود با 1/2 عرض برابر بود با 1/2 طول. حالا من طول رو دارم دیگه، میگم عرض برابر با 1/2 ضرب در 24 که میشه 12. پس عرضم هم به دست اومد شد 12. حالا میام توی این میزنم مساحت مستطیل، میگیم برابر میشه با طول ضرب در عرض. طولمون چند بود؟ طول 24 ضرب در 12. پس این جوابی که اینجا به دست بیاد میشه مساحت مستطیل. این چقدر راحت و آسون حل شد. خوشحال میشم چنل منو سابسکرایب کنید و دنبال کنید.